آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز. امروز 6 فوریه این موضوع ها را داریم. رئیس ولایت سوغد میگوید تلاش دارد مشکل رفت و آمد ماشین های بارکش در مرز با ازبکستان را حل کند. پرابلم ها باید غیر نقدی کرده شود که این راننده ها عذاب نکشند. 57,000 سومانی جریمه برای لتو کوب. دادرس گفت مجازات دیگر هم پیش بینی شده است. با محروم کردن از حقوق اشغال منصبه در مقامات کارای داخلی به مهلت 2 ساله. و مقامداران ترکیه خبر دادند 2 سلاح به دست چپگرا که در دادگاه مرکزی استانبول 6 کس را مجروح کردند به ضرر گردانیده شدند. پس از چند هفته سرسونی رانندگان نقلیات بارکش در مرز با ازبکستان و نشر مطلب رادیو آزادی در این موضوع، رئیس ولایت سوغد به آن واکنش کرد. هرچند مسئله به وزارت نقلیات ربط میگیرد، رجبای احمدزاده در حضور خبرنگاران گفت به حل این مشکل تلاش دارد. سرسونی رانندگان و چندین روز جمع شدن ماشین های بارکش در گذرگاه ها به سبب یکباره گران شدن رخصتنامه جانب ازبکستان است. فرزان محمد این موضوع را از اول پیگیری داشت و حالا آن را ادامه می‌دهد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی به مسئله بی‌بندوباری در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان اظهار نظر کرد. وی گفت که از مشکل رانندگان نقلیات بارکش آگاه است و یکجا با ساختارهای مربوطه در سرحد ملاقات دایر کرده است. با واسطه وزارت کارهای خارجه و سفیر فوق‌العاده ما در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده براندیم کمیسی که اومدن سرحد واخوری کردن پرابلم هایی که بود به وزارت نقلیات برآمدن که همین پرابلم ها باید غیر نقدی کرده شود که این راننده ها عذاب نکشند از شرکت ها که این شرکت هایی که همین گفتی شما باید همون درزان را امروز دسترس میکنن بعضی حالت های غیر قانونی هم آشکار شده است. وزارت نقلیات علاقه وایدی مثل کاربری کرده شده است. احمدزاده افزود که همچنین برای رئیس کمیسی بین حکومتی با ازبکستان سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده نیز مراجعت کرده است و به زودی مشکل رانندگان بارکش را حل خواهد کرد. مسئله سری آن است که صدها ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک چندین روز در سرحد تاجیکستان با ازبکستان جمع شدند. رانندگان هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکثر آنها با نشان اعتراض از ادامه سفر خودداری کردند. سبب گران شدن رخصتنامه یا اجازه گذشتن به آن سوی مرز است. رانندگان میگویند سند را وزارت نقلیات میدهد ولی این مقامات تا به حال وضعیت را شرح نمیدهد. راننده ها میگویند هر دفعه با میانروی شرکت ها رخصتنامه یک دفعینه در آمدن به حدود ازبکستان را میخریدند. در سال نو به گفته آنها رخصتنامه کمچین و نرخش گران شد. ما با امید بودیم که همین سال نو دزوال نو میبرد همه با امید بود که با سال ارزانی میشد میریم گفته لیکن برعکس زیاد شده ارزان نه. پرابلم یکمی ما با امید دزوال ازبکی که وقتی که ما $60 میگفتیم پیشتر از اینا گرفتن $120 $30 کردن. به گفته رانندگان اکثر آنها از 3 تا 14 روز باز در اینجا ایستادند. میگویند مراجعت‌هایشان برای پایین آوردن نرخ رخصتنامه نتیجه نداد. در تاجیکستان تقریباً به واسطه 13 گذرگاه به ازبکستان گذشتن ممکن است. گذرگاه‌های فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجح جایگیر بوده یکی از گذرگاه‌های اساسی میان ولایت سوغد تاجیکستان و ازبکستان به شمار می‌رود. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در جنوب تاجیکستان 2 افسر میلیسا که با لطوکوبی شهروند متهم می‌شدند با مبلغ 57,000 سومانی مجازات گردیدند. معلوم نیست جبریده با این حکم قناعت خواهد کرد یا نه. تفصیلات در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. دادگاه ولایت ختلان در منطقه کلاب 2 میلیسای ناحیه همدانی را برای لطوکوبی یک شهروند قریب 57,000 سومانی جریمه بست. همچنین این 2 نفر دیگر حق ندارند تا 2 سال در نهادهای امور داخله کار کنند. نظر کاپیتان شمس‌الدین سعیدزاده و مایور فخرالدین حکیمزاده و وکیلان آنها به این حکم معلوم نیست.
همچنین گفته نمی شود آیا آنها از بالای این حکم شکایت بردند یا نه. جزا در نامه جریمه به اندازه نسبت 12 نشان‌دهنده برای ثابت تعیین کرده شد. با محروم کردن از حقوق اشغال منصفه در محکومیت کارای داخلی به مهلت 2 ساله. کارمندان میلیسا در زمینه شکایت نور محمد عبدالرسولوف ساکنی ناحیه همدانی جزا گرفتند. آنها طبق بند 316 یعنی برآمدن از وکالت‌های منصبی گناهکار دانسته شدند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر محکوم شده ها و جبردیده نتیجه نداد. ماه اکتبر سال 2023 نور محمد عبدالرسولوف در یک صحبت گفته بود که تا آخر از دعوایش نخواهد گشت. حالا معلوم نیست وی از حکم دادگاه منطقه کلاب راضی است یا نه. جمعاً در منطقه سال 2023 نسبت 5 کارمند میلیسا پرونده جنایی باز شده است. برنامه را ادامه میدیم. روز سه‌شنبه پلیس ترکیه اطلاع داد که در کنار پستگاه امنیتی دادگاه مرکزی شهر استانبول یک زن و یک مرد را که از سلاح آتشفشان 6 کس را مجروح کرده بودند به قتل رسانیده است. به گفته وزیر کارهای داخلی ترکیه، حمله‌وران اعضای گروه چپگرای معروف با نام حزب جبهه انقلابی آزادی مردم بودند که از سالهای 80 قرن گذشته در ترکیه حمله‌ها را اندازی کرده است. تا این زمان گروه یاد شده به اظهارات وزیر واکنش نشان نداده است. سالهای اخیر در ترکیه حمله‌های گروه‌های جهادی و جنگجویان کرد کاهش یافتند، ولی شهرهای استانبول و انکاره همانا در وضع آماده باش قرار دارند. ماه گذشته 2 سلاح بدست در کلیسای کاتولیکی استانبول از سلاح آتشفشان یک مرد را به هلاکت رساندند. مسئولیت حمله را گروه جهادی دولت اسلامی بر دوش گرفت. مقامات در ترکیه گفتند گمانبران حمله یکی شهروند تاجیکستان و دیگری از روسیه است. ترکیه با درخواست تاجیکستان معلومات بیشتری را درباره این شخص به دوشنبه فرستاد. نام شهروند تاجیکستان امیرجان خالقوف بوده، همراه او 25 نفر دیگر بازداشت شدند. سالهای اخیر چند مورد بازداشت و اخراج یا تسلیم پناهجویان تاجیک از طرف کشورهای اروپایی به دوشنبه ثبت شده است. شماری هم با تهدید رانده شدن روبرو می باشند. چرا مقامات اروپا بعضی از پناهجویان را به اصطلاح سخت گرفتند؟ بخش میگرانت میدیای رادیو آزادی در این باره گزارشی آماده کرده است و آن را گلبهار مرادی تقدیم میکند. مخالفان تاجیک از بازپس فرستادن بعضی از پیروانشان از اروپا به دوشنبه نگران هستند. میگویند که جان آنها در خطر است. هر شهروند تاجیکستانی که برای منافع حکومت امامعلی رحمانوف خطر ایجاد میکند، اون رو با حزب‌های سیاسی که در تاجیکستان ممنوع هستند متهم کرده به زندان میبرند. این چند سبب دارد. ببین، سبب اصلیش این ترس وارد کردن در قلب مردم تاجیکستان است که با احزاب‌های سیاسی وارد نشوند یا اینکه در عموم با سیاست دخالت نکنند. اصلدین شیرزمانوف، پسر یکی از فعالان مخالفان علیم شیرزمانوف، در لهستان به مهاجران از آسیای مرکزی یاری میداد. روز 10 ژانویه دستگیر و سپس رها شد، اما خدمات مرزبانی لهستان خواسته است کشور را ترک کند. سرنوشت او هنوز ناروشن است. شمس‌الدین سعیدوف، نماینده مخالفان 1 سال باز پسرش را ندیده است. عبدالله را از آلمان راندند و در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. حامیان حقوق در اروپا میگویند دستگیر و بیرون کردن و به حکومت تاجیکستان سپردن بعضی از مهاجران و پناهجویان بیشتر شده است. متاسفانه بعضی از فعالان تاجیک هم دپورت شدند. به اهمیتی خود پناهنده است که باعث دپورتشان می شود و سر وقت اینها شکایت نمیکنن، وکیل نمیگیرن یا وکیلشون به احتیاطی میکنن، وکیل یا ادوکات. و خب متاسفانه استبداد میشن و خیلی از اونها زندانی هم میشن و همه آمارها نیست. مثلا عبدالله شمس‌الدین زندانی شد، بعضی هم اخراج شدن زندانی نشدن. در تاجیکستان آمار دپورت شده ها بسیار است. متاسفانه ما همه این آمارها رو نداریم. رسانه‌های اروپایی زیاد شدن اخراج مهاجران را به دیگر شدن قانونگذاری و روحیه جامعه وابسته می‌دانند. آنهایی که حق بود و باش را ندارند باید کشور ما را ترک کنند. شماره بیرون کردن امسال الکی 27% بیشتر است، ولی باز هم چاره‌های فوری ضرورند. برای حمایت حقوق بنیادی پناهندگی ما باید مهاجرت غیرقانونی را سخت محدود کنیم. افزودن بازداشت و بازپس فرستادن مهاجران تاجیک آنها را در اروپا به تشویش آورده است.
میگویند نمیدانند در چنین حالت باید چیکار کنند. حامیان حقوق به آنها مشورت میدهند. یا بچینید چوی طلبات‌های قانونگذاری همان دولتی بود و باششون. اگر یگان فعالیت یگان عمل برای آنها منع کرده باشد موقتا یا که دائمی اون رو نباید کرد. هنگام تغییر دادن محل استقامت، هنگام تغییر یافتن یگان وضعیت در اویلش، در کارش، در همون اون چیزی که به پرونده ضرور است، اون کس باید حتما خبر دهد. حکومت تاجیکستان حزب و سازمان‌های مخالف را بسته جانبداران آنها را مجبور کرده است که وطن را ترک کنند، ولی در خارج هم آرام نمی‌گذارد. ده‌ها نفر آنها با درخواست حکومت تاجیکستان و بهانه تروریسم افراطگرایی تعقیب کرده می‌شوند. مخالفان حکومت را به سرکوب دیگر اندیشان و نزدیکان آنها در آستانه گذرش احتمال قدرت عیبدار می‌کنند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ناتو در قلمرو اروپا به تمرین نظامی آغاز می‌کند که در 30 سال اخیر پس از جنگ سرد سابقه ندارد. جنگ سرد میان اتحادیه شوروی و کشورهای غربی تا پشتخوری این اتحاد که آن را دشمن مینامیدند دوام داشت. در این تمرین ده‌ها هزار نظامی ناتو شرکت می‌ورزند. مقامات سازمان نظامی ناتو میگویند تهدیدهای روسیه آنها را نگران کرده و به آمادگی‌های جدی واداشته است. کامرسی عطا با تفصیلات بیشتری همین موضوع. از حمله روسیه به اوکراین ظاهراً این جنگ به یک مشکل جدی منطقه‌ای تبدیل یافته است و ناتو خود را برای خطرهای احتمالی از طرف مسکو آماده می‌کند. این پیمان نظامی این هفته بزرگترین تمرین خود را پس از زمان جنگ سرد با نام حامیان متین آغاز کرد. در ماه‌های آینده تقریباً 90,000 نظامی ناتو در سراسر اروپا در این رزمایش شرکت خواهند کرد. در آن از 50 کشتی بحری، 80 هواپیما و زیاده از 1000 ماشین جنگی استفاده خواهد شد. ما همه تلاش را میکنیم تا مطمئن باشیم که نیروی ما برای هر گونه حالت آماده باشد و در صورت هر نافهمی یا کوششی از جانب مسکو برای حمایت از قلمروهای کشورهای ناتو پاسخ گفته توانند. این بزرگترین تمرین نظامی ناتو پس از سالهای 80 عصر گذشته است. در زمانی که ناتو سلاح‌هایش را به نبرد آماده می‌کند، همپیمانش اوکراین از کمبود سلاح اذیت می‌کشد. چون هم ایالات متحده آمریکا و هم اتحاد اروپا ضمن جنجال‌های داخلی سیاسیشان بسته‌های کمک نظامی را به این کشور تصدیق نمی‌کنند. اوکراین چنین عقیده دارد که از ناتو حمایت دارند. اگر منطقی نگاه کنیم، این یک عقیده درست است که اوکراین واقعا با روسیه مقابلیت دارد. ارتش این کشور را ضعیف کرده است و تهدید به ناتو را از این رو اوکراین تنها مانده است و از کنار این تمرین را نظارت خواهد کرد. ناتو این هفته برای تولید 220,000 موشک درخواست داده است تا آنها را به کشورهای عضوش دهد. این به جای آن موشک‌هایی است که کشورهای عضو ناتو به اوکراین داده بودند. اما برای رسیدن این موشک‌ها 2 سال دیگر لازم است. دوستان عزیز، برنامه اخباری آزادی را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. نشر خبرها با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و همین طور در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب دوام می‌یابد. امیدواریم که خبرهای رادیوی آزادی را پیگیری خواهید کرد. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یکی شما باشد.